میرسیم به قضیه شیپ ها. ببین ما اینجا توی این ابزار کلیک راست که بکنید روش، مستطیل داریم، دایره داریم، مثلث داریم، این شیش ضلعی داریم، خط داریم، یه کاستوم شیپ هم داریم که راجع به کاستوم شیپ صحبت میکنیم. مربع میکشه، نمیدونم دایره میکشه و هر کدوم از اینایی که میکشین تو پنجره پراپرتیز، ببین پنجره پراپرتیز کلا ویژگی های اون ابزاریه که انتخاب میکنین و میای اینجا تنظیماتش انجام میدی. ببین ما الان تکست رو برداشته بودیم، این ادیتا تو پنجره پراپرتیز بود ولی تنظیمات تکست اومده بود، درست؟ حالا وقتی بیایم روی شیپ و این مثلا این شیپ رو داریم که ساختیم، تنظیمات شیپ میاد اینجا. فیل که رنگ داخلیشه، مثلا میتونی بکنی سفید، میتونی بکنی قهوه‌ای، این رنگای اخیرته. یه سری گالری رنگ هم داره که میتونی از اینا استفاده کنی. استروک خط نوار دور اون شکله که برای تکست هم داریم و اینا و توی لایر استایلا بهش میرسیم و خیلی کاربرد داره و میتونی سبزش کنی، میتونی بنفشش کنی، مثلا زوم کنیم میبینیم که بنفش، درسته؟ و ضخامت این استروک از این بازی ها در بیاری دیگه و خود استروک رو بگی آقا نقطه چین باشه، خط چین باشه، هر کدوم از اینها. و میتونی بگی آقا اصلا یه تنظیمات جالبی که داره، آقا خط چین که هست این عددا رو وقتی تغییر بدی متوجه میشی. یعنی چی؟ این داره میگه که توی هر 80 دو تا گپ بذار. 8 تا مثلا با هم نگاه کن، فرض کنی 8 تا به اندازه 2 تا بینشون فاصله گذاشته. حالا به جای مثلا میگه هر 8 تا میذاری 6 تا گپ بذار، میبینی فاصله گپ بیشتر میشه. یکم حرفه‌ای تر قضیهش، ولی اگه حوصله‌شون نداری همین دش رو بزن، خدا خیرت بده. اینم که بزرگی و کوچیکیش. و این میخواد بگه که آقا حالا ببین تو میخوای این دشی که گذاشتی گرد باشه، مثلا اینجوری نباشه صاف، گرد باشه. حالا فرق اولی و سومی چیه؟ ببین یک پوینت هر کدوم از دش. این سومی میگه که این استروک یکم بیشتر از اون پوینت هم ادامه داشته باشه. اون اولی میگه که نه، تا پوینت قطع بشه. خب حالا شاید الان مفهومش یکم سخت باشه ولی حالا بعدا خودت هم بخوای کار کنی خیلی چیز مهمی نیست، یه جزء ریزکاریاست. خب چیزایی که خیلی مهم باشه رو میگم اینا خیلی مهمه. مثلا این الان چیزی که میخوام الان بگم مهمه. الان روی هر شیپی بزنید با این موو تول، 2 تا از این ویجت ها میده بهتون، 2 تا که 4 تا داده، اینو بکشی گرد میشه، درسته؟ و میتونی به این گرد شدن عددم بدی، همینجوری یرخی گردش نکنی. اینجا 76 پیکسله، ما میگیم آقا 100 پیکسل اینو گردش کن. این زنجیر وقتی فعاله یعنی 4 تا جهتش با هم گرد میشه. اگر فعال نباشه من میام میگم این گوشه پایین چپ رو 200 تا گردش کن، میبینی؟ 200 تا گردش کن. و همینجور این تنظیماتش. اینم که ابعاد خود شیپ هست. این دبلیوشه که میشه عرضش، اینم ارتفاعشه. مثلا عرضش 748 تو میخوای 600 بشه، میکنی 600. خب ارتفاعش 380 میخوای بکنی آقا 500، درسته؟ ولی چرا الان با هم عوض شد؟ آفرین، به خاطر این زنجیر. این زنجیر اگه برداری اینو میکنی 500، اینو بکنی الان 900، میبینی که ارتفاعش زیاد شد. حالا اینو دیلیت میکنیم، این شیپو میاریم اینجا. آقا من نمیخوام این رنگ داخلی داشته باشه ولی این استروک رو میخوام داشته باشه. اینجاست که این فیل گفتم به کارم میاد. اینو کم میکنیم.
این قسمت طولانی شد چون می‌خواستیم اینا رو با هم بگیم و جامع باشه و یکی از قسمت‌های مهمه. ابتداییه ولی خب مهمه. حالا رنگ سروک رو سفید می‌کنیم. ببینید الان ما گوشه تصویر یه خدچین داریم نسبتاً. می‌خوای بیشتر خمش کنی، اینجا رو بیشتر خمش می‌کنی و یک شیپ جالبی رو به نظر من الان اینجا به همون میده. مثلا چیز خاصی نیست. خب حالا همین متن رو تو میخوای شبیهش رو بیار اینجا، دیگه بر ندار تکست رو بیار بنویس اینجا نمیدونم فلان و اینا. خب همین متن رو به آلتو که بگیری، خب آلت کپی میکنه. اگر بگیری نگهداری و موصول بگیری بکشی با اون ابزار موو تول کپی میکنه. دقت کن. بیا الان من روی اینم آلتو که نگه دارم، میبینی یه فلش سفید اومد کنارش. این یعنی میخواد کپی کنه. این فلش سفید که اومد من آلتو نگه داشتم، میگیری میکشی میاری اینجا، راست کپی کرد. الان هم اون هست هم این. حالا اینجوری نخواستی کپی کنی، میای تو پنجره لایه ها، بذار اینو بیارم بالاتر، توی پنجره لایه ها اینو میخوای کپی کنی، کنترل جی، درست؟ دوپلیکیت میگیره. دوپلیکیت یعنی همون کپی کردن. ببین هر چند بار کنترل جی بگیرم، کپی 2، کپی 3، کپی 4، کپی 5. کنترل زد میزنیم، بعد الان رو هم افتادن دیگه. ببین این الان کپیه، این کپی 2. حالا کپی 2 رو دیلیت میکنیم. این تکست رو ما حالا میخوایم کار کنیم. اگه میخواید تنظیمات تکست بیاد اینجا توی پراپرتیز، باید روش بزنید فونت پاپینز اینا. این بار میخوام سفید شه. تکست رو برم دارم، به جای کارم مثلا می نویسم، فارسی کنیم، براد پیت. درسته؟ حالا میخوام یکم کوچیک‌تر شه. ابزار ترانسفورمش فعاله. شیفت رو میگیرم. چرا؟ چون اون زنجیره فعال نبود. شیفت رو گرفت. براد پیت، اینم کار پیت. مثلا اینم یه توضیحاتی راجع به اون قضیه. شیپ ها رو هم بهتون گفتم. مثلث هم که حالا مثلثه، خب، و تمام این ویژگی ها رو داره. اینم چیزی داره که میتونی گردش کنید، نمیدونم. دایره که دایره است، میتونید هر کدوم از این شیپ ها رو که انتخاب میکنید، اگر یک کلیک کنید میتونید ویژگی هاشو بدید بعد ترسیم کنید. مثلا از الان بگیم مثلا 200 در 800 میخوام، خب این شیپ رو بهت میده. یا نه میتونی دستی بیای بکشی، درسته؟ اینم که لاینه، مثلا میخوای یه لاین بکشی که همون تک استروک حساب میشه، باز میتونی بیای توی استروک اینو بزرگ کوچیک کنی. یه ویژگی دیگه هم که اینو دارن هر کدوم، میتونی بیای مثلا اینی که داری میچرخونی با همون ابزار موو ها، خب میتونی بچرخونی. شیفت رو بگیری 30 درجه میچرخه. خب حالا اینو اینجوری کردی، میگه آقا اینو من میخوام فلیپش کنم، اینو میزنی فلیپ میشه. همون پنجره پراپرتیز. با پنجره پراپرتیز خیلی کار داریم. یکی از پنجره‌های خیلی مهم ماست. و حالا بالا پایین فلیپ شه. مثلا چه میدونم زاویه چرخشش 40، میخوای منهای 90 باشه، صاف میشه. میخوای منهای 45 باشه. این پراپرتیز خیلی دست و باز میذاره و خیلی تنظیمات داره. خب پس فایندر رو بعدا با هم صحبت میکنیم. خیلی چیز جالبیه. و این قسمت از شیپ ها، کاستوم شیپ هم که حالا ببین یعنی شد یه شیر. خب چرا؟ چون قبلا من اینو اضافه کرده بودم به کاستوم شیپ ها. چون میتونی یه شیپ خاص رو بدی به این و این برای اونو هر بار میکشه. میتونی شیپ ها رو دانلود کنی یا بسازی، ولی معمولا دانلود میکنن و میذارن اینجا. خیلی این قسمت طولانی شد، امیدوارم که سرتون در نیارم. شاید هم بکنمش 2 قسمت، نمیدونم، ولی خوش گذشت. بریم برای قسمت بعدی.